سلام عشقا، من آیتاک پایتم و خیلی خوش اومد به این ویدیو. خب دوستان، امروز رفلک داریم. رفلک حسین بگایل، خب که پولیشه. رفلک پولیش خز میکنم و رفلک پولی قبلیش هم خز کرده بودم که تو چنل تلگرام برید میتونید بردارید. چنل تلگرام بخوای این فایل رو با اون رفلک قدیمی بردارید، خب تو کامنت ها پین شده بزنید و اونجا هم جوین بدید. خب که براتون میخوام از این به بعد مثلا جایزه بذارم، مثلا جایزه کانفینگ باشه، پول باشه، دی ان اس باشه، هرچی اکانت باشه، اینا براتون میذارم. بعد خب از این به بعد خب حالا پس اول از درباره رفلک حرف بزنم. رفلک خب یه چیز متوسطه دیگه. این رفلک بعدی که خودم میخوام براتون بذارم، ویدیو بعدی کاهش لگ، اون خیلی بمبه. مثلا نسبت به این خیلی بمبه. آره این 400 تا هم پولشو میده که مثلا میفروشه. مثلا الکی هم هست، تو گوگل پلی هم باید دانلود کنی که مثلا یه چیز خزیه دیگه داره میفروشه. فکر مثلا میری برنامه از چی پیدا کنی از گوگل پلی بیا بفروشیش. خیلی الکی دیگه. بعدش براتون گذاشتم که با آموزشش که یه چیز متوسطی هم هست، اونو بزنید. خب اون بزنید که خز بشه. بعد دوباره رفلک پولی گذاشت براتون، دوباره خز میکنم، برید عشق کنید دیگه. بعد دیگه نکنید کانفینگ من میفروشم، کانفینگ های پولی اینا. بعد رایگان میخوام امشب بذارم. خب وقتی مثلا این ویدیو رو ببینید، تو چند تلگرام گذاشتم با آموزش جدید کانفینگ زدن. اونو برید هر کی کانفینگ میزنه و اینا برید امتحان کنه دیگه. فکر کن مثلا کانفینگ رایگانه، کانفینگ پولی و 10 برابر، مثلا کانفینگ 100 تومانی 10 برابر از رایگان بهتره. بعد دیگه همینطور به کانفینگ کاستوم هم که 550 تومن قیمتشه، اون از همش بهتره دیگه. 10 برابر قدرت همین 100 تومانی است که تستش هم داخل چنل گذاشتم. برید مثلا داخل تلگرام گذاشتم که برید ببینید. اون کانفینگ 100 تومانیه. بعد ویدیو آموزش رفلگ هم آخر ویدیو میاد، بزنید. خب برید عشق کنید دیگه. همه چی دارم براتون رایگان میذارم. الان مثلا من میتونستم از اون مثلا به جایی که خس کنم با نصف قیمت اون بفروشمش، ولی خب براتون رایگان گذاشتمش. و از شما هم یه ساب میخوام، یه لایک و یه ساب و یه کامنت بذارید که مثلا برای رفع لگه یه هفته زبان برده دیگه، مثلا پیداش کنم و اینا. مثلا فکر کن مخفیانه رفتم کلنش، مثلا کلنشون تست دادم با یه اکانت دیگه، اومدم کلنشون اینا. بعدش مثلا رفتم رو کلنشون تو گپشون اینا که این رفع لگشون رو بفهمم چیه براتون بذارمش. و شما که حمایت کنید دیگه، لایک و ساب بزنید که ویدیوها دیده بشه. مثلا این ویدیو مثلا به جای 100 نفر 200 نفر 300 400 500 نفر ببینن، که همه مثلا نولک بشن اینا، که دیگه مثلا سابامون بره بالا، ویو بره بالا و همه مثلا رفع لگ های بعدی که میخوام بزنم همه نولک بشن، اونا که لگ دارن. ویدیو همون فقط رفع لگ نیست، ویدیوهای دیگه هم میخوایم بذاریم کانفینگ، بعد با یوتیوبرها، دوئل با یوتیوبر، تو تورنمنت ها میخوام شرکت کنم اینا، که براتون ویدیوها رو میذارم. که شما حمایت کنید، که بسی به حمایت شما داره چقدر انرژی بگیرم برای فعالیت. مثلا 500 نفر شدم، مثلا اومدم 500 تا ساب گرفتم، اومدم این ویدیو رو گذاشتم. انرژی نمیشه، انرژی نیست. خب انرژی بدید، انرژی میدم 100 برابر ویدیو با کیفیت درست میکنم براتون، که دیگه همه نولک بشین و اینا. شما یه لایک و یه ساب بزن، یه کامنت هم بذار، ترجیحاً انگلیسی باشه که سابت نپره. بعضی ویدیو گذاشتم بی نگاه کن، ویدیو ما با کیفیته. خب مثلا اون همین حسین بگای رفلگایی که مثلا میذاره ها، میره از یه یوتیوبره
بر میداره، نمیگه مثلا خوبه خوب نیست، دیوایس رو خراب میکنه، نمیکنه. ویدیوش میذاره بر رفع لگر حذف میکنه میره. این از مثلا رفع لگه امروزش. بعد من درآمدی هم ندارم براتون دارم اینقدر مثلا کانفینگ و ویدیو مثلا تو یوتیوب میذارم دیگه، یوتیوب بهم پول نمیده که. برای شما این چی کنید من یکا بشم براتون یه چیزای خفن میذارم. فهمونده به حمایت های شما دیگه. شما حمایت کنید 10 برابر براتون انرژی میذارم. 10 برابر انرژی که من میدی براتون میذارم که ویدیو رو براتون با کیفیت قشنگ تامل ویدیو ادیت همه چی براتون خوب باشه. خب برید آموزش رو ببینید و رفعه هم تو چنل تلگرامی که تو کامنت ها پین شده. خداحافظ. خب عشقا این برنامه رفع لگ ماست. خب تو چنل تلگرام میذارم برید دانلود کنید که تو کامنت ها پین شده چنل تلگرام. خب برنامه شیزوکو هم نیاز دارید. میان تو شیزوکو میزنید توی یوتیوب آموزش فعالسازی شیزوکو میاره، فعال کنید و بیا اینجا. خب برای من باگ خورده برنامه نیستش، برای شما هست. خب تیکش خاموشه، تیکش رو روشن میکنید، میاین تو برنامه، میایم تو برنامه، میایم میذاریم گزینه بالا اینجا هست، روی میزنیم، روی اولی میزنیم، روی شیزوکو میذاری، این سبزر میزنیم. بعد گزینه کلوزو میزنید، میایم میذارید رو میزنید رو کالاف گوشیتون. خب گوشیتون CFS که نه، بعضی گوشی هایی که ضعیفه بزنید تو سی که مثلا دیگه خیلی ضعیفه مثل عادت اس اینا 30 فریمه، بزنید روی چی، بیا اینجا گزینه دیوایس چک رو میریزید. خب که دقیق تر بشه این 60 هرتز میبینید زده. خب این 60 هرتز برای من 60 هرتزه، میام میذارم روی 60 هرتز. اگه گزینه مثلا 40 بذارید 40، 45 بذارید 45، 30 بذارید 30، 90 بذارید 90، 120 بذارید 120. خب این بذارید قفل میکنه روی FPS رو قفل میکنه. این مقیاس بالا هم چیه؟ هم رزولوشن کالافتونه که کم میکنه. دوست داشتید این گزینه رو بزنید امتحان کنید. خب بعد وقتی که 60 FPS یا هر FPS که زدید میاد میزنید روی کالاف، اینجا یه باگی میخوره. خب میاد نگاه این صفحه سیاه میشه واسه بیاد. برای شما مثلا یه باگ میخوره اینجا، فقط انقدر میشه کالافتون. خب صفحه کامل نمیشه. مثلا نکن فقط اینجاست، از اینجا تا اینجا کالافتون، بعد بقیه سیاهه بیان بیرون، دوباره برید تو کالاف، دوباره برید تو کالاف، صفحه پن میشه سیاه نیست. اگه اونجا باگ نخورد صفحه کامل اومد کالاف، برید تو کالاف دیگه. مثلا باگش برای اینه، وایسا اینه که بزنی 33 مثلا 33% میام اینجا. وایسا نکن الان 33% دادم، نکن کالاف اینطور شده. اگه صفحه پن بود که اوکیه، پن نبود خب کالاف ببندید، دوباره بیاین بذارید رو کالاف درست میشه. اگه رزولوشن کالافتون مثلا الان خراب شد، اینجا میایم میذارید ریست، درست میشه. نکن بیاد آشنا کن، الان رزولوشن کالاف هم درست شد. این FPS هم خب همیشه بذارید هر چی که FPS گوشیتون هست اونو بذارید که لگ نگیره. اینو از رفع لگ. خداحافظ.